سلام، بیننده برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی هستید. امروز 26 فوریه است و من مومین احمدی با همکارانم در خدمت هستیم. نگاه به سرخط خبرها. معرکه انتخابات برای ناظران و روزنامه‌نگاران دست نارستر شده است. مقامات گفتند رادیوی آزادی حق بازتاب انتخابات را ندارد. فشار به ژورنالیستان و محدود کردن آزادی سخن هست. دونالد ترامپ گفت ممکن است تا آخر هفته سازش استخراج معدن‌های گرانبهای اوکراین را با ولادیمیر زلنسکی امضا کند. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت که احمد ابراهیم روزنامه‌نگار زندانی از حکمش به زینه بالایی دادگاه شکایت نکرده است. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان با ارسال نامه بر رادیو آزادی گفته است که خبرنگاران ما حق انعکاس روند انتخابات مجلس نمایندگان را ندارند. انتخابات روز 2 مارس است و حقوقشناسان میگویند درخواست مقامات غیر قانونی و یک تلاش برای پنهان نگاه داشتن قانونشکنی‌ها در این کارزار سیاسی است. تفصیلات در گزارش همکارم ارشاد سلیمانی و براد یوسفی. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان به جای جواب دادن به سالهای رادیو آزادی در مورد ثبت نام ناظران بین المللی و رسانه‌های مستقل و خارجی، این رسانه را آگاه کرد که حق بازتاب دادن انتخابات پارلمانی 2 مارس را ندارد. طور معلوم شد نه تنها رادیو آزادی بلکه تقریبا هیچ رسانه مستقل داخلی و بین المللی به استثنای چند رسانه روسی و رسانه‌های دولتی برای انعکاس انتخابات ثبت نام هم نشدند. مدیر مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان خورشید عطاالله میگوید ایامی شده است که رسانه‌ها توان بازتاب انتخابات را ندارند. انتخابات واقعا یک معرکه مهمی سیاسی است که در آن باید رسانه‌نگاران فعال باشند. ولی مثلا شخصا ما به یک شرایطی رسیدیم که هر یک گزیته که داریم یک نفر کارمند دارد. ما نمیتونیم با یک نفر کارمند به این کار بند کنیم و کاری چاپ و آماده کردن گزیته یک سو. تعداد دیگری از مسئولان رسانه‌های مستقل داخلی نیز در صحبت‌های بدون ثبت گفتند که انتخابات امسال چندان گرم نیست و کرای توجه نمی‌کند، در حالی که شرکت خبرنگاران مستقل و ناظران غربی یک نوع ضمانت قانونی و شفاف گذشتن انتخابات و بازگو شدن حقیقت‌های آن دانسته می‌شود. بعضی نامزدها از رد شدن آنها نگران نیستند. بیاد نبیام فرقش چیم مسئله داخلی. من مثلا ما برآمد کسادیم، من بگانی وجه دیسادیم که از فیسبوک پهن کردن اخبارات های انتخابات با واسطه استفاده شبکه‌های اجتماعی راه اندازی شده است. ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت همکاری اروپا نیز با بهانه مهلت ثبت نام از مشاهده انتخابات پارلمانی تاجیکستان دست کشیدند. حقوقشناس جمشید یاروف میگوید در تمام دنیا اکریدیتاسیون شدن رسانه‌ها در زمان انتخابات برای ترتیب کار است، نه به معنای پیدا کردن حق انعکاس کردن روند انتخابات. اگر در دیگر دولت‌ها اکریدیتاسیون این یک راه، یک گویم اینسترومنتی کفالتی شفاف گذراندن انتخابات باشد، ولی در تاجیکستان ما مکانیزمی فشار به ژورنالیستان و محدود کردن آزادی سخن هست. پس از اعلان استقلال در تاجیکستان بار ششم است که انتخابات پارلمانی برگزار می شود. به استثنای ناظران اتحاد دولت‌های مستقل و سازمان همکاری‌های شانگهای، ناظران دیگری بین المللی تاکنون یگان انتخابات تاجیکستان را شفاف ندانستند. در انتخابات پارلمانی 2 مارس سال 2025 برای 63 کرسی پارلمان 68 نامزد از حوزه یگانه عمومی جمهوریوی و 152 نامزد از حوزه‌های یک مندتی مبارزه می‌برند. حالا اکثر کرسی‌های پارلمان در اختیار حزب حاکم خلقی دموکراتی با رهبری امام علی رحمان قرار دارد. انتظار می‌رود این وضع تغییر نخواهد کرد. دادگاه کلاب گفته است که هیچ شکایتی از احمد ابراهیم روزنامه‌نگار زندانی برای بازبینی پرونده‌اش دریافت نکردند.
نزدیکان روزنامه‌نگار شکایت از حکم را کاری بی‌نتیجه می‌دانند. آنها می‌گویند امیدوارند که عرضشان را امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان می‌شنود و روزنامه‌نگار را عفو می‌کند. تفصیلات در گزارش همکارم کیومرثی عطا. احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار 63 ساله زندانی، برای بازبینی حکمش به زینه بالایی دادگاه شکایت نکرده است. دادگاه شهر کلاب در ماه ینور او را با گناه پیشنهاد پاره، طمع‌جویی و افراطگرایی به 10 سال و 4 ماه زندان محکوم کرد. در دادگاه گفتند که احمد ابراهیم نیم ماه فرصت داشت که از حکم شکایت کند، ولی نکرد. او قبلا در نامه از رستم امامعلی رئیس مجلس ملی و پسر رئیس جمهوری تاجیکستان کمک خواسته بود. رستم امامعلی التماسش ما 1000 بار التماس میکنیم، ما را یک بار گوش کنیم. نزدیکانش گفتند که پول نداشتند تا به وکیل مدافع بدهند و همزمان شکایت تکراری را از حکم به گفته‌شان فرمایشی کار بیهوده دانستند. آنها گفتند که هشدار گرفته بودند اگر از حکم شکایت برند دوباره جزا سخت‌تر می شود. امید دارند که پرزیدنت روزنامه‌نگار را عفو میکند. یعنی گپای ما را به جناب عالی برسانین، بیان تفتیش کنن خودشان بکنن. دادی ما نرسید. در دادگاه عالی تاجیکستان شکایت نکردن روزنامه‌نگار را به معنای دیگر شرح دادند. شکایت وارد نشدن از این برمیآید که خود احمد ابراهیم وابسته به آن همین صادر نمودن جنایت یا وابسته به حکم مذکور راضی است. برعکس ادعای رئیس دادگاه عالی، احمد ابراهیم در نامه از بازداشتگاه دستگیر شدنش را غیر قانونی و قصاص برای تنقید نامیده بود. او بازداشتش را کار دست رئیس شهر کلاب و چند مفتش دانست و در نامه‌اش نوشته بود که کسی قانون شکنی های رئیس کلاب را تفتیش نمی کند، ولی روزنامه‌نگاری که از کار او تنقید می کند به چنین سرنوشت روبرو می شود. رئیس شهر کلاب به سؤال اینکه تا کجا در بازداشت احمد ابراهیم دست دارد جواب مشخص نداد. احمد ابراهیم گفتند این صلاحیت ما نمیدارند، روزهای نزدیک در همه مقامات‌های حفظ حقوق نشست‌های مطبوعاتی بودند. شما فکر می‌کنید سوالای وقتتون لازمی را دادید و جواب لازمی را گرفتید. احمد ابراهیم سردبیر نشریه پایک در ماه اوگوست سال 2024 با گمان دادن پاره به مأمور امنیتی بازداشت شد و سپس او را به طمع‌جویی و افراطگرایی نیز عیبدار کردند. خودش هیچ یکی از این اتهام ها را نپذیرفت و عیبنامه ها را تهمت نامید. سازمان های بین المللی حکم را ناعادلانه نامیدند و آزادی روزنامه‌نگار را طلب کردند. رو می‌آوریم به موضوع بین المللی. ایالات متحده آمریکا و اوکراین سری طرح یک سازش درباره استخراج معدن‌های گرانبها در اوکراین به موافقه رسیدند. کیف که محتاج کمک آمریکا در جنگ بر ضد نیروهای روسیه است، بعد اختلاف نظرها به این سازش رضایت داده است. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه گفت قرار است آخر این هفته با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین سازش را نهایی کند که شرایط استخراج ثروت‌های عظیم اوکراین را برای شرکت‌های آمریکایی فراهم می‌سازد. دونالد ترامپ افزود که این قرارداد بزرگ خواهد بود و زلنسکی می‌خواهد آن را امضا کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت در صورت امضای سازش برای پایان دادن به جنگ در اوکراین شاید نیروهای پاسدار صلح در این کشور لازم شود. روسیه گفته است ارسال هیچ گونه نیروهای ناتو در قلمرو اوکراین را قبول ندارد. تلاش دونالد ترامپ برای زود پایان دادن به جنگ در اوکراین این نگرانی ها را برانگیخت که ممکن است ایالات متحده بر روسیه گذشته‌های زیادی کند و این سبب تحت خطر ماندن امنیت اوکراین و اروپا شود. یک نماینده مخالفان تاجیک میگوید ماموران میلیسای فرخار پیوندانش را زیر فشار گذاشتند تا به تاجیکستان برگردد و تنقید و فعالیت‌های سیاسی را بس کند. بهروز ایگاموف عضو گروه 24 است که در تاجیکستان آن را سازمان افراطگرا نامیده فعالیتش را
ممنوع کردند. ایگاموف روز 26 فوریه بر رادیو آزادی گفت مقامات در حقیقت خواستن که ما برگردم به تاجیکستان. من این رو برگردن نگرفتم به خاطری که در گذشته بچه‌هایی که گروه 24 بودن طرفدارشون هر کسی برگشتن به تاجیکستان، اونها همشون متاسفانه به زندان کردن. یک ماه میشود این حادثه‌ای که با مادرم شده، با برادرم یک هفته پیش. متاسفانه یک سال اخیر روزی نمیشود که خانه ما کارکنان مقامات نیاید. مسئولان شعبه کارهای داخلی در ناحیه فرخار ولایت ختلان به زنگ‌های ما پاسخ ندادند. با اطلاع دریافتی رادیو آزادی از ماه نوامبر سال 2024 علیه بهروز ایگاموف در تاجیکستان با اتهام همکاری با سازمان‌های ممنوع پرونده باز شده است. و مقامات ولایت سوغد وعده دادند که استحصال پخته یکی از محصولات استراتژی و مهم برای اقتصاد تاجیکستان را افزایش می‌دهند، اما معلوم نیست تا کجا این وعده قابل اجرا است. سال گذشته تولید پخته که ده‌ها هزار نفر از مردم کشور برای پرورش و جمع‌آوری آن کار می‌کنند کم شد. سبب کاهش چی بود؟ فرزان محمدی گزارش می‌دهد. مثلا کشاورزان ناحیه مسجد سال 2024 از هر گکتار تا 13 سنتینر پخته به دست آوردند، هرچند سالهای پیش از 30 سنتینر زیادتر می‌گرفتند. اعظم علیزاده رئیس ناحیه مسجد در نشست خبریش به روزنامه‌نگاران سبب اساسی آن را چنین شرح داد: زیاده از 40% تخمی که در ناحیه ما موجود است همش تخمی‌های تکنیکی بودند. یک گکتار زمین اند 4-5 نمود تخمی بود است. علارش کرده خوشگاه دیخوانی فروختگی. برخی رهبران شهر و ناحیه‌های پختکار عامل دیگری کمچینی پخته را به نامساعدی هوا، کمبود آب و نرخ آن مربوط دانستند. 3-4 سال آب کمتر پرابلم شدگی، آب هم تلفن نموندگی، مردم پختی کشکده کمتر ضرر هم دیدگی، برای همون پختی کشکدن خودداری کردن. سال گذشته تاجیکستان همگی 253.2 تانه پخته استحصال کرده است که به 73.5% نقشه سال 2023 برابر می باشد. اجرا نشدن نقشه پخته امسال نگرانی را در سطح حکومت به بار آورد و این موضوع به طور جداگانه در جلسه حکومت تاجیکستان بررسی شده است. وزارت کشاورزی میگوید دستور شده است که استحصال آن در سالهای آینده بیشتر شود. مسئولان حکومت ولایت سوغد میگویند امسال در این سمت همکاری را با جمهوری ازبکستان مستحکم خواهند کرد. تخمی‌های اعلی صفت از جمهوری ولایت فرغانه، ولایت توشکان، ولایت نمنگان وارد کرده می شود و من باوری کامل دارم که این کمبودی در سال 2025 اصلاح می شود. این هم در حالی است که سالهای آخر مقامات در ناحیه‌های پخته‌کار دهقانان را مجبور می‌کنند که در قسم زیادی زمین‌هایشان پخته کنند. ریاست کشاورزی ولایت سوغد میگوید با تشویق کشاورزان سال گذشته کشتی پخته را در شمال تاجیکستان 7000 گکتار زیاد کرد. توجه به کشتی پخته بعد از آن زیاد شد که رئیس جمهور امامعلی رحمان از کم شدن پخته پروری در ولایت اظهار نگرانی کرد. امسال نیز چندین دهقانان از تکرار این روند در تشویشند. کارشناسان ساحه میگویند برعکس در چنین وضع دهقانان را از امتیازها و هوسمندگردانی باید برخوردار کنند. پخته در تاجیکستان همچون اشیای استراتژیک شناخته می شود که به دولت جای کار می آفرد، کارخانه‌های صنعتی را فعالتر می‌گرداند، به چارواداران و ساکنان خوراک و لباس تولید می‌سازد و توسط آن به کشور اسعار خارجی می‌آورد. سپاس که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. با راهی ساده و آسان خبرهای ما را از صفحه رادیو آزادی در تلگرام و تیک تاک پیدا کنید. در پایان برنامه پیوندها گذاشته شدند. اگر شما هم خبر مهمی دارید و می‌خواهید دیگران هم بدانند به ما نویسید. تحقیق می‌کنیم. درست بود نشر می‌شود. خدا نگهدار تا برنامه‌های دیگر.